رسیدی من که صادق بدم هر کاری کردی گفتی بک اینجا چیزی بود من صادقیت پروسم میفهمی بچی خود به خاطر من طرف باورت کردم در پدرت نلده بار دیگه میفهمی فرزندی تو بساده فرزندی تو شیرما کاینم عمرت میبرویا دینا ویدیو را مونده دیگه راه دیگه گپ نداره شما ویدیو را میمونین که مردم از هر شب تو بودین ایجینیت و خیانت های پدرت خودت این فرزند ولدینو جمشید گپ نزنن فیروت نکنن روز شب از سر سود بین مردم بشکوجاکا سلام علیکم سوزی خوبی تینجی بگه که چوی پوی اگنه هم مغز چاز اگنه میوگی سوز ساری تنه زخمی جانشون گپ زکو چی بود جا ای روزو میترسی محمد اقبالی صدرین یا برد یاد میگم تو یکی مرد وقت داری نمی یکی مرد آدمت نمیویا ویزف نمیپرتوی گم میشای هر روز برو رو نوارو و گپای مرا بنگی بگو در منبرت رفته اومدم میگی خب شما گیرد یمی الانتای نو تو میخرین باید یمون 98 سالواری دوره زفرچه دیگه باید اینو نداری تو نداری دلیل حجت همین را بدون که روز یکمی مرد یک پیشایی مخته کتابی کن کرد نمیکنمد خب کتاب محکم میکنیم یعنی ما میمونیم تا روزی که یا تو پیشای ما تاجیکستان میدروی یا ما پیشایت یا جای میدرویم یا در عموم نمیدرویم این همی غریبی ما میخریم ما به همون شام تیارم این چی گپ ایفته ایوب فایرات میکنه بعد همون روزی که ما لجامش هم میکشم لیدگی باشه نوروی مرا ایما همش ماتریال پروتکل ای شوخی نیست ای همه حساب حسد ایجدا ما جمعی نویسیم همه کور برا پیشای کور کم ضرور الماز کی و بیچاره 2 ساعت پیش گپش نگه فراموش کردی بچه شای پیش اکران میمونه تایم کورا بکنم ما استوش بودیم ای محمد اقبال او شاویا گپا یا خوارک وحدتی و همه معلومه برو در بین مردم چیکارش کردی ها چیکو کردی تو بخته برعکس باشه محمد اقبال دشمن زیاد کسی ما ای نزدیکاش ایوب میدونم ای گیردواناش همه رو گرد نگی توف گفتم برای خیلی خیانتکار که فرزندش بیا در خانه یک بگیم انسان‌های پاک واقعا انسان‌های صادق خیانت کنه خب پدرش گفتن که کار خطا کرد فرزندی را این تمام شید همین 3 مرحله پدر اقبال خود اقبال صغرا اقبال تمام شید نه که هر جایی که خونه سطح خونریزی را جنایت کم کرد ما و خود من ما آزاد ما هم طرف میگذاریم خون نریزه باید شما بله واقعا گفتین که پدرش جنگ کرد خون آورد جنگ انداخت عراق سیلا افغانستان پیشین مکی قماندان بیل آخر کدام قماندان غلام این محمد اقبال افسوس ای گفتیم تهمت های گپ نیست واقعا مهم شدیم که هم جدا هستی حکومت شما این قرکی اینفرماسیا میکنین میدونن که چنین من نمیون گپو کرده به خاطر که این یک کسی بود که فقط جمشید جان میگفت در همه جا دست پاش میلرزید این جمشید پروز نیاجی نباله سر جید حیران مون کم تا لباسا بگم اکایوب دیگه بعد مقصد و عینی بدو که نه نبود پروز کار کردی وجه نیاز به شوشتن داشتم من دیگه جا نداشتم اون شهرده راست توی دومن من خیلی میگردم ماشین قدیم بعد ایواز میکنیم این کاستوم روز داگی کرتو همه بلس متا قتی بچه‌ش هم چوتکا آدم نه آدم نظرش نگرفت خیلی کات کینم خیلی ما پس دنیا را میزنم میگردم کاپ نمیزنه چه قتیما نه محمد اقبال صدرالدین نه اگر واقعا بفرات قور به مثل قور انسان مرد پاک و تندرست در وطن برانگورد کنن هیچ وقت اگرم که من خطا کردم مگه پی حرام گفتم ما چوکم تو مولوی تر میدونی میدونی علم داننده چیم خیلی علمو برآمدی به مادر رسیدی دین ابرو لعنتی گفتی تو میدونی که نیم گپای تو ما در کار که ما طرف پروسا بگیریم در مردم نیکتوک بدن تا نشون بدن دیشو یعنی ارزان بدن تا به خاطر چی به خاطر ببینیم ایوب میدونه دیگه برادرم میدونه من همین یا نمود ایوب اومگی هستم در همین مبارزه در منبر در همه جا آشکارم داشتم کدگیم پسی پرده هم کدگیم اما یک خیلی اومدگیم حتی چی بالوز دگ محمد اقبال صدرالدین امروز تحقیر کن شده ای به مادر میرسی چی بلو چید که جان شیرین کرد خیلی کودک برای دکمین لیلا را منظور به استفاده بردی سغرد ها بچه تو گفتی کارو معنی کو همین تنبدی محمد اقبال صدرالدین گفتی قرآن هم که
امانت باید نگاه بداری. کدوم امانت؟ همین طرف اومده بالا صدری میفته که باید کاری حرام و کاری بده رواجات تبلیغات نبره که جامعه فساد میشوه. همین نبودی امروز چوکه استم این برای توضیح پدر تا دیدی چوکه در کدام نام مشهور بگیم نامی حرام جنگ انداز آدم کش پدر تینه در پورشه اخی نداشتم قلینه که برده تویستون گروش کنی نشید بفهمی ولی اگر در تویستون اوتا حکومت نکش شهیدش میگفتی اوتام شهید شید اوتا دگم شهید نشید اوتا زینو کد خودت زینو کدی اوتا در نمجا گروش کن دیدیم چند نفر رفت اشتراک کرد تو فرزند صادقش که بدی تره قدر زد نه تو نیستی روزی مردنش رفتن نه تو نیستی فقط عقد کاگی بود تو محمد اقبال نمیتونی گپرات کنی من میورم ای همون شایدو هم سنگره خودت چند نفر کی اخ ما میبینیم شون همجیده من نزدیک که من تو خش تبرش نمیج اومدم میگه عقش کدن جمشید راستی گپ عق دیدی فرزند عقی پدر عاقبت چیکار کردی توزی در تاجیکستان عملات زیرا نمیتونی گپی هیچ کنه نمیگذره تای بواری برومدی امروز کدا این پدر نرد بچه از اکای جمشید دگجوفت مایرای دورو مگی خون برادری عزیز سفر داشتم التماس برو در برمون این مسئله گپ زای سوس کنیم مفتم مایلش برادر عزیز خستم رفتم دسترو ماشتم تورات که اومدم در برم اومده بولشتم پاگش در توی قطعی محمدی بول واخوردم روز زیاش که بنگه الکش ای فسادای ای بچه ماتماتیک را گفت من گفتم خوز میتونه هم که سم نوروی مرام گپای مرام دان گیزی محمدی بولا فهمید بگیرم باجو کنه اینترنت پرای یا نفر میاری محمدی بول دروغ میگوید دو نفر آدم باسود باشو میگه بچه گپ نیست ای مایزاده ای بانگی ای فلوس ای زینوکور ای دز ای روزان اکای محمدی بول اخ اینه قصول در برات اومد با دهن گیز برنامه تا یلقسی با مثل برنامه ایوب میبرد دوامش میداد چند ساعت میخواستی احترامت بده احترامت کردمت محمدی بول همون روزی که احترام تا گم کردی محمدی بول صدرالدین کی این قدر آدمت لاخ کردی اروپا ما با اومدم دیدم این مردمت خفه کردگی بدهی این زوری میکردی با یک نفر از زن زفته که همین قطیمه گپ میزنی تو گفتی از بازانت قسم سه طلاق نمیچخیلی با همین خاطر قطیمه گپ میزنی ایت دیوونه ای پس تو در جان مردم زاگی بدهی هم خب هیچ نگین هیچ میگین همه تو سبستین همین کسافت در اختیار ما مونه نش همین محمدی بولا در همین جمعیتش گپ میزنم در تاجیکستان در قیامت هم محمد اقبال صدرالدین کی بودای زینوکور دز ماشینی دروغگو سو استفاده کرد اینا مخالف ایدوری اروپا در پیش گفتن که بیا محمد اقبال صدرالدین گپ زنیم اما الیچات مشوره نمیبروی سلام علیکم و رحمت الله و برکاته که دستریم فرام برادر عزیز علیکم السلام سوزن خوبه نه که جمشید خوش اومدید اکا جمشید میگم دایی روسیه بودی خیال میکردی که اونجا خیلی جای سوزه خیلی آدمای خوبن اما اقبال رفتی دیدی که حقیقت چیه سلامت باشی برادر عزیز در پدر همون انسان نعلت که اول از سر خودم اگر تکرار کنه هر کسی دمی ای محمد اقبال صدرالدین نگرفت برادر رو اومد در منبر و دبر ایرا باور کرد ببین برادر عزیز بازم میگم اون انسانی ای مادر خطا تولد شدگی یعنی ای زنا یعنی آدمی که در زندگی نورسی میگیم که کسلی تولد میشوه او را میشه بخشیده وقتی که یگان دلیل نداری ببین برادر جان عزیز او روزا مرا برآورد بانگی معرفی کرد بز معرفی کرد همه گفتم مردم این پدرنالت سو استفاده کرد این او روزا گشت گفت که چی نیستم او روزا گشت گفت که ای بزنس احمق ببین برادر عزیز وقتی که در برات امرات کار میکنه کو در برات یگان خیل اوبیدیت کده نمیتونی مردم که با خود چی که ما او را ها میگفتیم که استاد مولوی اکای محمد اقبال برادر انسانی بهترین و من میبرم میگفتم خدا شاهده برادر کمی هستی در روسیه سیتواسیایی بود انمی حرام محمد اقبال برام که از زن تا دختر تا کودک تا همه تا نمره تلفنش گرفتم یافتمش پیداش کردم اکای بی تکتیو مرا خوب میدونه آوردم تو من برادر ما بخشش پرس
محمد اقبال خونت حرام بود برو کامیرا با مردم رد کن که میگه پونه بود تو جمشید رفت من تراور کپی گفتم ای به خون به حقوره در این برادر بخشش بس دیگه همین کرونا همین کار نبود در برابر چند کاری خیلی پدوی استوریا خاطی برادر بود ای پدانلات وقت پیش میون برادر عزیز ناسکیو سفید پوشیدگی کاستوم روک زدگی چوتکا دکمه نداره در این فرانسه زندگی میکنه پدر جرمی اکنیم سال پیش در همین اروپا مردای یک کشور دیگه از پولشا نرفتای چی با نرفتی قوری پدر زیارت کنی گروش کنی برادر محمد اقبال دکمه نه دارم همه قپان دیپارتاسیا میشه آها گپ نیست توی چی خیلی اومدی گو غیر قانونی موشی قاچاق نمیچخلی چی با اومدی ها اینجا خود میتن استول نکردن میکنن توی میامردم پول گرید میکنن ای در پدرت نالت روز مصیبت پدر خود چی با نرفتی آخری کار برادر عزیز نه خدا شاید زدم برو اومدم همشه پدرش اوق کردی ای واقعا اوقی پدر ای زبان پدر خودش با شاهدو دارم شاهد ای نزدیکای خودش همو پدرش دیگه اینا ما کی بدونم در زندگی حیات ما در خطر مون فریبم کرد استفاده برد اومدم ای پدر مادر جدود کرد ای برادر ای خواهر همه چی جدود کرد ببین برادر با مادرم جنگ کردم برای این پناهنالت که بچم نکه دبرش با پدرم بالا بالا رفتم مادر ما امروز همین رفت قتل شد کشته شد عذاب دید نابود شد در قور پدرم در تاجیکستان برین مردم خونه ما را انترسوا سکنین ما قوم محمد اقبال نیستیم بجاشیم و پنهان شیم ما در تاجیکستان ماش کنیم در روسیه هم در تور میفتم لوبای بیا چرغواق میمونم میگه پی ما بود بازی هم میگم در اروپا محمد اقبال بیا چرغواق میمونم اینا نمیترسم به خاطر یک هدفی مردی خطی اومده مرد باور کردم بفهمی какой-то лишь нарушение лишний праве مرا خودم ایوب اگر خطا کنه اگر مصلحت ما خطا برود در بین مردم ایوب میگم میخلی میگم به خاطر چی به خاطر که پیش برنامه ما بیام ما قطعیش مصلحت کردم انا که مرا کلام بگیرین ما چی گفتم قطعی میگه پناه میگم دشمن ما ایوب شما میگه پناه میگم به خاطر که اونجا امانت مون این پدرنالات برادر عزیز نه امانت هم فهمیده نه سیر میفهمیده با خدا قسم دوست یک وقت در همین بین جاویدان و مخری یک چند با برادران نزدیک به محمد اقبال رابطه میکنن میشینن میخرن رسماش هستای اگر هر یک حرف دروغ گفته زوشون برادرای که نباشه بیا امروز پگه دارم توفکه ایبای خیلی میگذره های محمد اقبال صدری زنگ میزنه همون جاویدان غیرزا سابق کارگر کمیته امنیت ملی را میگهش برادر عزیز یک مشکلی در همین خونم که همین قوازوی نای با میگه خیلی بگو برادر جانی عزیز بالاخره میزنه امانت خونه‌اش در این نقل میکنه میگه من پول در کارای ببینید ایجا سپاشا کار میکنه پول میگیره و هم 100% خاطی همین جاویدان خیرزاده توی میریم یک بچه باسواد خوندگی زباندان هر یک نقطهش مقصد علمیه این واقعا دایم باسواد ژورنالیست خوندگی اومگی در دولت‌های مقصد عربی بین المللی جوی گذاشته که بپرسین شیخ دول یگان روز دعوتش کنیم در همونجا میخزم جاویدان به هیچی بز نمیچی امنیت یتیم یا الله چی گپ شی اخیر دمیم میگه که اون روزا مرا پول گفته بود راستی گپ انا خونه روی کدم جمشید دور مبلغ و نمیاز راه هیکو بنزین یک راس خودی بچهای سوسه حاضی ما میرم میتمش پول همین اویلی که باید بعد ای 15 ماه میدونم 16 بیایا گفتم همین قد کار داشت آخرام گفت ها بعد میفهم برادر از کی آخرام با پول پرسیده ای بیچاره گفته خیر دقیقه یک مدت باش کارت حل میشوه همینجا کارش من بعد فهمیدم واقعا برادر عزیز کار بود نمیشوه میخزه بین مردم بز نمیچی سوال با میون می آخر عبرت نه گپ نیست همین بچه بز گنده همه گپات قبول مبلغ گرفتگی با کدام هدف بود پیش ایو که بچه چه معرفی کرد ما کارگر سابق کمیته امنیت ملی رزویچ که شوخی نیستای با تمام پخته سیر اسرار کشوقای دولت که مهمترین جورا میگذاری از رنیت عقلت گوشت سوادت کپی زاگید فراموش نشوه نویستگید هر از زمانک هر یک کار این شوخی بازی نداره تو بخیزی در بین مردم که تمارا پول ندادی خیسی با عبرت نه بچه را بزیلون کدی چیشی دامیجا حوزی دانی مامین محمد اقبال صدردین اگر ما دروغ بگم پولی هم آدم باید بر بگردونیم
اگر که بگو که نه دیده و دانسته تو بز گفتی تو بز گفتن در بچه پول گرفتی در روز سختید. برادر عزیز همه بخچه ایمان داره، قرآن میخونه، مسلمان میگه تاجیکیم، ما نمیکشیم نمیزنیم، بیا بشنیم گپ زنیم اگر سریع پیولا چون با این ارشکرین آقای سلامت باشه برادر عزیز. دیگر سوالات تمام برایم خواستم. بعد چی گفتنی اما دامو که گفت رونا عدم هم رفته سیانا نمیدونن اما دام چی خیلی آخی پروپاگاند یعنی برادر از میبرویا واقعا محمد اقبال بچه خوندگی با سعود همین در منبر میشینه فهمیدی یگو باید همه گری شب رو خیلی میکنه مردی. ما واقعا برادر عزیز ما ایشنا ایمان داریم دین دستورای همه که جورا دروغه که سرش میکنه کو میگو بس بشین باورش کن بچه راست میگه بفهمی. آخری کار گفت مولوی من کجا گرفتی همین تا کی گفتک میگه اگه نمری نیزویس من همین نویسته بود بعد باورش کردی کجا شد و 4 شاهیده که ای قرآن و حدیث میورن که شاهید باید انسانی 5 وقت نماز خوان روزدار آدمی بدشنام آدمی تازه 4 شاهید میوری یک کس گناهش میقپی میگوی انا میره کدک طبق شرط ها انا گناهگار شدی تمام. در حادثه ای که سر ما همین کثافت رو ببین برادر عزیز کی رو آورده الماس آورده الماس که الماس شاگردی ما های باز همین یا بچه گفت توف میکنم در روی اگر نمیکی گپی خطا بزنه چی با همو اقبال ها نمیگه کویا در کذات که من توف کنم در رود آخی اقبال تو دانی ممین ایسویه خودش ترسه گشتی سای میفهمی نه بچه دیگه از نبرو اومده دومون چه که برادر نماز شما اگر بالا روی کنین نوکی اگر ایسکوم همین برادر از خلاصه امرارم مردم هم که هر جایی که نستین این چیزی مهمه هر جایی که نبودی ببین باید دقیقه باش هر جایی که نستی اشتراک نکردی که خودت تا آخرون بودم همجا را پیدا نکردی قطیش نشتی مکرش میکنی دروغش میکنی چایش میتی اوقاتش میتی با مثل محمد اقبال ستول نکریوتش میکنی لباسش میخری که هیچ وقت خلاصه را نبرور. الماس میگه میگه رحمت الله گپ میگه این بیچاره در آخری کار بدگی هر دش یعنی ها عقلی ای همو کار اولش تا آخرش ما بدگیم نه من که همجا بودم معنی نمیکنم تو ده همچون انسان زباندان پسیخولوگ دانشمند عاقل نمیدونم امنیتی لبای خیل تو ده آسانه که بیای قطعی من نزدیک شای معامله کنی دروغ بگوی لبای کار کنی خود راست بگوی همه اینفرماسیون در کار معلومات پرشا ای زبانی کسی بگیری که همونجا هم شهید بود هم حادثه ده بود آسانه یا که زنگ بزنی بگو اکا ایوب همونجا محمد اقبال صدرالدین میگن با هم کمیته امنیت قپیدنش پولشویش دزدیش همه گپ راست دروغه دکجا تا میگی سوال آسان جوابشو پیدا میکنی بگو آدم که اقبال هم کرو شانتاج ما برای رحمت الله میگم که همو اقبال هم که شانتاج هم که گپای دروغ میزنه چی با هم را یا بر سوال نمیتونم که یک گپ تا دکزات که محمد اقبال چند کس میگه چی با ایستگاشی چی با ایسوسو خطا با هرچی همه فکری ما همه که تو در وقت درسیه بودی فکر کردی خیلی آدمای خوب ما وقتی رفتی دیدی حقیقت همشو بعد چشمی پدر ای مادر همه چی موندی دیدی اینا مثال ما هم در میکنه دور برین امروز ما با جانم بازی کردگیم خطر دیدگیم اینو محمد اقبال باید کشته میشیدم زخمی شدم این چیز در دستی ما دلیل ما شما نرین شما نکنین این پاتا باور بفهمین این پدرش آدم کشت بفهمین شما پدر همین کس آدم کشت دولت جنگ داخت در خانه همی و قتل و کشتار همین ملت مشورت شدگی ساخته شدگی بفهمین شما یعنی چی همون حزبی نهضت اسلامی تاجیکستانی که میگیم برادر عزیز در خانه همی ساخته شد سازندش گروشنا سوخت در خارج در پولشا نابود شد فرزند ناقابلش ولزنش اینا گریخ فرانسه دوری اولوی قطعی انگلیا رفت با نواسه همی خیز خانه یک انسان دیگه رو ویران کرد ای مردم این دلیلوی هست همه دیده سین بفهمین
شنویده سین تاریخ گواه که پدر محمد اقبال قطعی فرزندش چیکار کرد نواسه محمد اقبال باباش چی بود نمی پدرش نمیدونم نواسه مصطفی چو کدک مایل محمد اقبال مولوی اقراتش میکنم دشمنش میکنم بعدش میبینم همه دوستشون گاب نیست مردم دیده و دونسته فرزندش زینورا تبلیغات داده سای ها دیده و دونسته ما امره وانش نه کسه مردم پول میشوه دزدی میکنه مردم غورت که سای تیرا وقت بفهمم بیاین ببینید هر با میکروفون تابع جواب سیاخی مردم ما در کانال خیمان دعوت کردیم من از کجایم امروز به دست میام خوزیم میگم بیاین او تری نه لوبوف و عشق محمد اقبال تبردیم بیاین بشینیم یا بعد بپرس که محمد اقبال خدا که کمشناسی آها من اکد ده جمله دم قپم لبویتا زلو یا که دور یوتیوب فیسبوک های ای پدرنالات کسی که بزن اقبال دیفا میکنی زلو دا قتیش بودم زورا میکرد که معلومات جمع که من برنامه دارم فقط و شب روز در فیسبوک می نویست دو جا بدی نبدی انم اقبال شویا پد دفش وستو